بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در این موقعیت ما قرار داریم مکتب مسجد مکرمه، یعنی کتابخانه مکه مکرمه در اصل این میجا رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شده. حال ابو جهل که رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شده او را کتابخانه ساخته. بیایید خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق. خارج ماندار باشین. کجا هستین؟ منطقه که ما فعلا هستیم شرق حرم شریف است که در اینجا خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. آل فعلا در طول تاریخ از خانه رسول الله جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شده بود آل مکتبه یا کتابخانه ساختن و از خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابخانه ساختن که مسلمانان این میان به خاطر مطالعه و تحقیق. در ضمن در مقابل شما می‌بینید اینجا چی گفتن؟ نکته خواندن یا دعای مخصوص کردن در اینجا شرعاً جایز نیست. بعضی دوستایی که مثلا شما اونجا ببینین برادرها یا خواهرایی که چیزن مثلا دیوار پنجره و اینا رو ماش میکنن یا مثلا دعا میکنن چیز از نگاه شرعی چون دعا عبادت است و عبادت باید منصوص باشه یا از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم یا صحابه کرام اینجا دعای نکردن و دعای نخوندن، برای در ما هم لازم نیست ما اینجا بیایم یا دعا بخونیم یا مثلا پنجره چیز ماچ بکنیم. خب در مقابل اونجا که مردم مثلا اون قسمتی که مردم میبینین داخل میشن و مبرن تشنابا است. تشنابا است مردم به خاطر رفع حاجت و به خاطر وضو و غسل میرن. در سابق در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا خانه ابو جهل بود، چون الله سبحانه و تعالی همونطور که برای خودش ذلت نصیب کرده بود خانه هم شما میبینین که به شکل تشناب یا تشناب ازش استفاده میشه. خب اگر اینجا رو ببینیم در بین خانه رسول الله صلی الله علیه و در بین حرم شریف خانه ابو جهل است، به معنای از این است که ولو که آدم در بین خانه پیغمبر و در بین حرم شریف هم باشه ولی ایمان نداشته باشه به نفعش نیست. به نفع نیست، چون شما اگر مثلا نزدیک بودن به حرم حجت میشد از خانه پیغمبر صلی الله علیه و خانه ابو جهل به حرم نزدیکتر است و تقریبا در دیوارش حرم چسبیده. دیگه از اون خاطر چون کلمه نخوان ولو که مثلا قریشی بود یا قابل پیامبر صلی الله علیه و سلم بود از دنیا به ایمان رفت و خانهش چیز فایده برش نرساند. تشکر قاری صاحب، زنده باشین. سلام علیکم. و علیکم السلام. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد. آقای صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای صاحبای محترم، امروز روز حرکت است که ما و شما بخیر از مکه مکرمه به طرف مدینه منوره حرکت میکنیم و ما و شما قبلا گفته بودیم که یکی از واجبات حج طواف وداع هست. امروز شما برای 2 ساعت وقت دارین که به حرم شریف برین و اونجا آخری طواف که طواف وداع هست ایره انجام بدین. آخرین طواف میکنین و پس میین به طرف هتل و وقتی که به طرف هتل آمدین وسایل و سامانهایتان کلش جمع میکنین در منزل پایان منتظر میباشین. 2 ساعت بعد از امیال ما به خیر حرکت میکنیم به طرف کجا؟ به طرف مدینه منوره. حاجی صاحبای محترم این هم متوجه باشین که وقتی که طواف وداع صورت گرفت حاجی حجش خلاص شد، مراسم خلاص شد، فرایض، واجبات، سنت ها، مستحبات، کل چیز حج خلاص شد و رفتن به مدینه منوره شامل مراسم حج نیست. او تنها رفتن به مدینه منوره به نیتی که ما بریم در مسجد نبوی نماز بخوانیم و بریم در مسجد قبا نماز بخوانیم و بالاخره بعضی جاها را زیارت بکنیم به نیت نماز خواندن در مسجد نبوی این نیت می داشته باشیم
و حرکت میکنیم. لکن حج ما و شما مراسمش خلاص شده و اگر کدام حاجی صاحبی که مشکل داره و به مدینه منوره رفتن نمیتونه، مستقیما میره به طرف جده و پس به وطن خود باز میگرده. حج از این درست است و رفتن به مدینه منوره این جزء مراسم حج نیست، بلکه با طواف وداع مراسم حج ختم میشه و حاجی صاحب حاجی میشه و به خیر حرکت میکنیم به طرف مدینه منوره. حاجی صاحب محترم کوشش کنید که چیزتان نمانه و ان شاء الله تعالی 2 ساعت بعد ما شما از داخل هتل به خیر حرکت میکنیم در موتورا و میریم به طرف مدینه منوره. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، آیات و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، با دو چشم پر از گریان بگردیم. چه خوش باشد. حاجی صاحبای محترم، حال فعلا لطفاً در موتورا بالا شوین، منظم در موتورا بالا شوین و ما و شما حرکت میکنیم به طرف مدینه منوره. کوشش بکنید که سامانهایتان نمونده باشه. ان شاء الله تعالی بعد از 10 دقیقه سرویس های ما حرکت میکنه به طرف مدینه منوره. که حاجی صاحبا متوجه باشین که کسی در پایان نمونده باشه و اگر کدام مشکلی داشته باشن در اتاق جای معلومات بیاین و مشکل خود بگوین. بغیر از او تمام وسایلتان پایان بکنین و 10 دقیقه بعد بخیر حرکت است. حاجی صاحبای محترم لطفاً فرصت برای حاجیای ریش سفید و بی حاجی بدین که در اول در موتورا بالا شوند و موتورا منظم کلش است، هیچ کس نمیمانه، برای کلگی سیت گرفته شده است. ان شاء الله تعالی بعد از 10 دقیقه حرکت است که ما و شما میریم به طرف مدینه منوره. حاجی صاحبای محترم، چون حرکت ما و شما به طرف مدینه منوره هست، خوب است که بعضی از احکام مدینه منوره را خدمت شما تقدیم بکنم. مدینه منوره و طیبه شهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محل نزول وحی و جایی است که جبریل امین علیه السلام خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرود می آمد. مدینه مرکز ایمان و شهر ملاقات و زندگی مهاجرین و انصار است. شهر کسانی که مدینه و ایمان را برگزیدند و بر همه چیز ترجیح دادند. مدینه منوره اولین پایتخت مسلمانان است که پرچم جهاد فی سبیل الله از آن افراشته شد و کاروانهای حق برای نجات بشریت از تاریکی های ضلالت و گمراهی و هدایت آنان به نور حق رهسپار گردید. از همین مدینه منوره بود که نور حق درخشیدن گرفت و جهان را با شعاع هدایت و ایمان روشن نمود. مدینه منوره شهر هجرت مصطفی صلی الله علیه و سلم است. ایشان برای هجرتشان مدینه را انتخاب کردند و تا آخرین رمق حیات در همین شهر مقدس زندگی نمودند و نهایتاً در همین شهر جان به جان آفرین سپردند و در همین شهر دفن شدند و از این شهر برانگیخته خواهند شد. حاجی صاحبای محترم، وقتی که ما و شما حرکت میکنیم به طرف مدینه منوره، متوجه باشین که ما و شما وقتی به طرف مدینه منوره میریم در نیت ما ای باشه که ما به این نیت میریم که در مدینه منوره در مسجد نبوی که دارای فضیلت است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سفر به این مسجد اجازه دادن. به این نیت با شما به مدینه منوره میریم که ان شاء الله تعالی چون سفر به مسجد نبوی اجازه هست، به این خاطر ما و شما به اونجا میریم و کوشش میکنیم که ان شاء الله تعالی نمازهای خود در این مسجد نبوی بخوانیم. ما و شما به قصد خواندن نماز و سفر به مسجد نبوی از اینجا حرکت میکنیم چون مشروعیت دارد و وقتی که اونجا به خیر رسیدیم نمازهای خود در اونجا خواندیم و در پالوی ازی که در مسجد نبوی نماز خواندیم و عبادت کردیم، به این شکل باز میریم در مسجد قبا، اونجا هم عبادت میکنیم و نماز میخوانیم و به این شکل باز میریم به زیارت روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و زیارت مثلا بقیع و اونجا هم به اون شکل اعمال را انجام میدیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه داده و صحابه کرام او را انجام دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما به طرف مدینه منوره روان هستیم. همراه ما دوستایی که هستن حاجی صاحب سردار امیری. حاجی صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. چطور هستین حاجی صاحب؟ الحمدلله. حاجی صاحب خانه کجا هستن؟ خانه ما در عفیف، یک جای سعودی را به نام عفیف یاد میکنم.
طرف ریاض هستن؟ بین ریاض و جده. حالا بخیر کجا میرید؟ حالا بخیر ان شاء الله طرف مدینه منوره روان هستیم. از علمای افغانستان کی را میشناسین؟ از علمای افغانستان اول خودت میشناسیم؟ من عالم نیستم. در نظر من عالم هستم. بسیار هستم. خب. دوم مولوی صاحب متوکل میشناسیم کامرای ماست. خب. استاد حالا چه متوکل؟ خب مرچ افغانی. مرچ افغانی نیست که ما در لغت عربی حلاوه میگیم. حلاوه افغانی یعنی عسل افغانی. شیرین. بیری افغانی. نه چی بگم دیگه چاکلتی مینو این اصلا کنه خنده مولی متوکل از زندگی کسی نباشه. حالا ببینید چه کنه بود سیدی خود قاری باشه. خب دیگه کی همراهتان کنه؟ دیگه همراه ما قاری صاحب خالد است. قاری خالد است. دیگه قاری طاهر است. قاری طاهر است. دیگه زبیر جان است. زبیر جان است. دیگه عتیق الله است. دیگه قاری صاحب عتیق الله است. قاری صاحب عتیق الله. قاری صاحب عتیق الله مانده نباشین. انت تسكن في وين؟ في جدة. في جدة نعم. ما شاء الله. ارفع صوتك يا شيخ. حال بخير کجا میرین؟ حال بخیر میریم مدینه منوره. ان شاء الله. نماز میخونیم به زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم میریم. با نیت نماز خواندن در مسجد. با نیت نماز خواندن در مسجد نبوی. ان شاء الله تعالی. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة تغمرني بأمانة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا والهوى نادانا والهوى نادانا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز قیمت اکرام قرار داریم که بقیه مرقد است و در اینجا بسیاری از صحابه کرام دفن هستند و مسلمانانی که در اینجا میاین
بسیاریشان متاثر میشن از دیدن قبر صحابه کرام و میگن که این صحابه مبارکی که دنیا را نقشش تغییر دادن، خودشان در اموت به شکل متواضع در اموت یک جای خفتند که به نام بقیع مرقد یاد میشه. حاجی صاحبای محترم، این منطقه که حالا فعلا ما قرار داریم این بقیع الغرقد است و بقیع این نام از این منطقه هست و غرقد به خاطر از این میگن که غرقد یک قسم موجودیت یک نبات است که او را به نام غرقد میگفتن، این در اموجه هست، از این خاطر ای به نام بقیع الغرقد چیز شهرت پیدا کرده. کدام درخت است یا کدام نباتی هست که او را به نام غرقد میگن، از این خاطر ای را بقیع الغرقد میگن. و ای که بعضی کسایی را جنت البقیع میگه درست نیست، به خاطر از اینکه در اینجا هم صحابه کرام دفن هستند و هم کسای دیگه هم که حال فعلا هم تا کنون بعضی کسا دفن میشن دیگه. نظر با آیت شریفی ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی، شما نفسایتان تزکیه نکنین، الله میفهمه که کی با تقوا هست. به این خاطر فقط ما شما اینه به نام بقیع الغرقد میگیم، همین قسم که هست. و بقیع الغرقد که است در شرق مسجد نبوی قرار داره و در مورد بقیع احادیث آمده که صحیح ترین از احادیث حدیث صحیح مسلم است که عایشه رضی الله عنها میگه که ان جبریل اتى النبی صلی الله علیه و سلم، میگه جبریل امین پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقال ان ربك یأمرك ان تأتی اهل بقیع الغرقد فتستغفر لهم، گفت پروردگار تو امر میکنه که به اهل بقیع الغرقد بی و برشان طلب مغفرت بکنی. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بقیع الغرقد می رفتن و بر از اونا طلب مغفرت می خواستن. و حدیث دیگه که این هم حدیث صحیح مسلم است که عایشه رضی الله عنها میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کلما کان لیلتها من رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه هر شبی که نوبت از اینا می بود یخرج من آخر اللیل الی البقیع، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر شب به بقیع می رفتن فیقول میگفتن السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلام بر شما ای مردمای مؤمن، و آتاکم ما توعدون غدا مؤجلون و انا ان شاء الله بكم لاحقون، الله مغفر لاهل بقیع الغرقد. این حدیث صحیح مسلم است دیگه. به این خاطر اینمی شکل مصنوعه ازی هست که مسلمان ها در اینجا وقت میرن اینمی قسم سلام بتن و مطابقی که به طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و کارهای غلطی که بعضی کسا از خاک از او میخورن و بعضی کسا مثلا به قبرها مثلا مثل یک حرکت مثل که در نماز استاد میشن در رکوع یا در قیام یا سجده، ای کارا را باید نکنیم در مقابل از اینا، بلکه فقط به طریق سنتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بقیع غرقد رفته به اینجا میریم و همچنان به قبرهای دیگه صحابه. و در کتاب هدایت سالک آمده است که در بقیع قبور و اجلت الصحابه و التابعین و من بعدهم، گفته که از بسیار صحابه جلیل قدر و از تابعین قبرهایشان در اینجا هست که این قبرها مثلا از جمله از اونها عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنهما و قبر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما و قبر زین العابدین و بعضی از اهل بیت اینجا دفن هستند و همچنان قبر صفیه عمه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و قبر ابراهیم پسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، پسر کوچکشان که وفات کرده بودند، در پالوی قبر عثمان ابن مظعون و در پالویش عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما و از بعضی از امهات المؤمنین میگن که بسیاری از امهات المؤمنین در اینجا دفن هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جنت البقیع قرار داریم. شما اینجا میبینید که اکثرا قبرهایی که وجود داره که قبرهای صحابه کرام است و دیگه قبرهای مثلا دیگه علما و بزرگای که در وقت پیامبر صلی الله علیه و یا بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرده، ولی شما میبینید که سر هیچ قبر گنبد یا بیرق یا مثلا سمت کردگی چیزی وجود نداره. این به این معنی است که اصل دین تو اینمی است که وقتی که یک مسلمان وفات میکنه به این قسم قبرش باید هموار باشه و شما اینا ان شاء الله بعدا
عرفات دیدیم قبر عثمان رضی الله عنه را و صحابه دیگر که پیامبر صلی الله علیه و سلام در عصر صحابه کرام اتو کدام گنبد چیزی برش جور نشده. ولی من نمیفهم که چرا در افغانستان ما همین مرده ها یا کسایی که فوت میکنن چقدر عزت پیدا میکنن که سر از او گنبد جور میکنن و بیرق استفاده میکنن و یا مثلا مردم اونجا میره به خاطر طلب حاجت. به هر صورت و شما میبینید در مقایسه با زیارت های افغانستان حالی هم بعد از این کلیپ ان شاء الله براتون کلیپ زیارت های افغانستان نشان خواهد دادیم یا قبرستان پارا. السلام علیکم و رحمت الله. باران میروم در پی آن ابر باران میروم سوی شهرش شاد و خندان میروم بیقرارم با دل و جان میروم. حاجی صاحبای محترم، حالا به طرف مسجد قبا در حرکت شدیم. مسجد قبا اولین مسجد است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از رسیدن به مدینه منوره در اینجا جای گرفتن و این مسجد مسلمان ها ساختن. به طرف دست چپ عقل حیران میروم مقصد من مرهم درد دل است مقصد من مرهم درد دل است من برای شور درمان میروم من برای شور درمان میروم سوی شهرش شاد و خندان میروم بیقرارم با دل و جان میروم من عزیز. حاجی صاحبای محترم، حال فعلا ما در مسجد قبا هستم خدمت شما. حاجی صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمتتان عرض بکنیم که مسجد قبا دومین مسجد است که در مدینه منوره دارای فضیلت و منزلت بسیار فوق العاده است و به تعبیر قرآن این اولین مسجد است که به اساس تقوا بنیانگذاری شده است که ایره خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام مهاجرین انصار ایره تأسیس کردند. فضیلت نماز در مسجد قبا هم از سنت قولی و هم از سنت فعلی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. درباره از این حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکنم، میگه که کان النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یأتی مسجد قبا، اینا در مسجد قبا می آمدن کل سبت، هر روز شنبه ماشیان یا سوار می بودن، ماشیان به قدم خود می آمدن، پای پیاده و راکبن یا سواره، فیصلی فیه رکعتین، در اینجا 2 رکعت نماز می خواندن. دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا این سنت فعلیش است، اما سنت قولیش هم حدیث شریفی است که او را از سهل ابن حنیف رضی الله عنه روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من تطهر فی بیته، کسی که طهارت بکنه یا وضو بگیره در خانهش، ثم اتى مسجد قبا، باز بیایه به مسجد قبا، فصلی فیه، باز در اون نماز بخونه، کان له که اجر عمره، میگه الله برازی اجر میده مثل که یک عمره کرده باشه. و این حدیث در صحیح الجامع الصغیر و زیاداته شیخ ناصرالدین البانی گفتن که حدیث صحیح هستند. دیگه ای از این مسجد قبا ای مسجد تاریخی هم است و اولین مسجد است که در اسلام ای ساخته شده هست و رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این نماز می‌خواندن و کسایی که در اینجا مثلا من و همین نماز به نیت می‌خوان ان شاء الله تعالی بر از اینا اجر و پاداش نصیب میکنن. سوی شهرش شاد و خندان میروم
سوی شهرش شاد و خندان می روم بیقرارم